اگر شما بخواهید استقلال و آزادی واقعی پیدا کنید، باید کاری کنید که در همه چیز خودکفا باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما امروز به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدای بزرگوارمون سراسر کشور بزرگوارمون شاهد دستاوردهای بزرگ فناورانه در حوزه‌های مختلف هست. ما هم امروز اینجا دو پروژه جدید و خط تولید این دو پروژه رو افتتاح کردیم. یک پروژه مربوط به موشک‌های ضد زره هست. این پروژه می توانیم بگوییم در تراز جهانی عمل میکنه و ما سراغ نداریم موشکی رو که بتواند قوی تر از این عمل بکنه. موشک با عمق نفوذ بسیار بالا و قدرت جمع‌آوری کلیه زره‌های واکنشی می‌تواند هر نوع سلاح زرهی و هر نوع تانکی رو مورد هدف قرار بده و این یک دستاورد بزرگی است برای نیروهای زمینی ما که می‌توانند با داشتن این قدرت و این توانمندی به توانمندی زمینی خودشون در مقابله با هر نوع وسیله زرهی دشمن عمل کنند. پروژه دیگه پروژه ضد هوایی است که این میتواند کلیه اهداف رو در ارتفاع پایین مورد هدف قرار بده و با توجه به اینکه با استفاده از لیزر عمل میکنه میتواند کلیه اغتشاشات محیطی رو پوشش بده و تمام ضعف‌هایی رو که در وسایل ضد هوایی که با ترکش عمل میکردن این پوشش میده و میتواند با عمق نفوذ خوب هر پرنده‌ای رو که در ارتفاع پایین حرکت کنه مورد اصابت قرار بده با دقت بالا. دستاورد بسیار مهمی است که با فناوری‌های گسترده‌ای که در این پروژه به دست آمده میتونیم بگیم که اینها تراز جهانی رو برای خودشون اختصاص دادن در حوزه. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
خواب دیدم نظر. همه میدونید که اینجا بهش میگن آرزا. همون آقا رضایی که سر گذر حسن نفتی عقل و هوش همه آدمای با مرام و چی کف رفتی. این نامه رو رضا داده واسه نامزد. حالا رضا چطوره؟ رضا چی؟ پاتو از گلیم آقا رضا بکش بیرون. اگه نکشم غلط نکنم این اعلام نویسی و شعار نویسی کار تو در دستت باشه. بزنه بازداشتی بچه. برو بابا. این منطقه آخر خطه. سلوک کجا بودی؟ تهران. تو دروغ میگی. یه چک بهت میزنم 6 بار دور خودت به چرخی بعد صورتت از این ور واسه به جای این ور. دیگه داری شروع در میاری. بده من ما رو. بده من. یعنی هیچکی نمیاد بریم در خونه ننه رضا. خونه ننه رضا اون سمته. من اگه بخوام دزدی کنم یه جوری دزدی میکنم که عقل جن و شیطونم نرسه. تو که دیگه شمایی.